ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار در دایره سیاست پیشگرفته سران دولت‌های با هم دوست امروز نقطه نظارتی گذرگاهی اتومبیلی دوجانبه در سرحد بین شهر حصار جمهوری تاجیکستان و باباتاق جمهوری ازبکستان در وضعیت تنتنوی افتتاح گردید. نوردین قربان و معروف عبدالله از رفت گشوده شوی گذرگاه سرحدی گزارش می‌دهند. در رسم افتتاح گذرگاه سرحدی هزاران نفر شهروندان دو دولت با هم دوست و برادر اشتراک نمودند. پرترافشانی پرچم‌های هر دو دولت نشانه از سیاست دوربینانه رهبریت عالی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان درک می‌داد. 2 ساعت گرم در آغوش گیر. امروز باز یک گذرگاه سرحدی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان گشوده شد که این روز تاریخی و نیک را همگان انتظاری می‌کشیدند. اکنون شهروندان هر دو دولت با هم دوست و برادر می توانند طریق گذرگاه سرحدی به ممنوعیت رفت و آمد نمایند. در این روز شهروندان هر دو جانب به هم آمده از پایداری دوستی و رفاقت که از رشته های تاریخی و فرهنگی هر دو ملت شهادت می دهد یکدیگر را گرم و صمیمی استقبال نمودند. در مراسم با شکوه افتتاح گذرگاه سرحدی نمایندگان هر دو دولت جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان اشتراک نموده ابراز داشتند که کشاده شدن باز یک گذرگاه نو از سیاست خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شفقت میرزیویف منشأ گرفته در سمت باز هم مستحکم نمودن دوستی و رفاقت، رشد مناسبت‌های نیک همسایگی و تبادل مال و محصولات بین دولت‌ها زمینه اساسی می‌گذارد. آنها با روحیه بالیده و افتخار و سربلندی شادی و فرح نمودن یکدیگر را زیر صدای کرنه و سرنه استقبال گرفتند. شهروندان دو کشور همسایه تاکید می‌دارند که سال‌های زیاد انتظار گشوده شدن گذرگاه سرحدی بودند. اصلا دوستی بین این مردم از آن مانند شبیه آن است که مانند یک خانه است. اگر خانه از 4 دیوار عبارت است، اگر دور دیوارش را در گذشته بزرگان ما حضرت جامی و نوایی گذاشته باشند، امروز این دیوار را مستحکمتر کردند. 2 دیوار دیگر را اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم تاجیکستان امامعلی رحمان و پرزیدنت محترم ازبکستان شفقت میرزیویف گذاشتند و این روز را ما به همه مردم تبریک میگوییم. به هر دو پرزیدنت مملکت رحمت میگویم، به جناب عالی امامعلی رحمانوف و محترم شفقت میرزیویف هزارها رحمت. به تمام مردمی که از تاجیکستان کلین شده آمد، به تمام خلقی که من در اینجا زندگی میکنم، امروز حد و کنار ندارد خوشبختی را، چون که همه سرحد گشوده شد، بی ملال رفت آمد می شود. من دو مملکت ده دائم تینچه امانی باشه، مردممان در صلح و آسایشتگی زندگی کنند. نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان ضمن برآمد تاکید داشتند که افتتاح گردیدن گذرگاه سرحدی بین کشورها امکانیت فراهم می‌آورد که آنها از این پس به ممانعت رفت و آمد نمایند. همزمان برای براه ماندن تجارت نزدی سرحدی و بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی آنها زمینه مساعد را فراهم می‌آورد. اطلاع داده شد که از روز افتتاح گردیدن گذرگاه‌های سرحدی میان تاجیکستان و ازبکستان قریب 3 میلیون نفر شهروندان دو دولت همسایه به کشورهای همدیگر سفر نمودند. مناسبت‌های دوستانه و همسایگی نیک دو دولت همجوار ریشه تاریخی داشته این دو ملت عرف و عادت، فرهنگ و تمدن به هم نزدیک دارند. زیاده از 20 سال می شود که من در ناحیه ازونی ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان زندگی دارم. من اصلا در شهر تورسونزاده جمهوری تاجیکستان تولد شدم. امروز از آن شکرگزارم که به این روزهای نیک پرسعادت رسیدیم. امروز از آن شادم که گذرگاه سرحدی میان تاجیکستان و ازبکستان گشوده شد و ما به مشکلی می توانیم به دیداربینی نزدیکان خود رویم. من پیش از همه مینه‌داری خودم را به سروران دو
давлати дӯсту бародар мерасонам ки мо бо талошҳои ин шахсияти таърихӣ ба ин рӯзҳои нек расидем. ҷониби тоҷикистон меҳмонони аз ҷумҳурии ӯзбекистон ташриф овардаро бо меҳмоннавозии хуби тоҷикона дар сатҳи баланд истиқбол гирифтанд ва сари як дастархон суҳбати дӯстона намуданд. ба ҳамин монанд ҷониби кишвари бо мо дӯсту ҳамсоя ӯзбекистон шаҳрвандони тоҷикистонро гарму самимӣ пешвоз гирифтанд. бояд таъкид намуд ки равобити дуҷониба ва мутақобилан судманди ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷумҳурии ӯзбекистон омили муҳимтарини пешрафти соҳаҳои калидӣ аз ҷумла иқтисоду савдо барои ҳарду ҷониб заминаи асосӣ мегузорад. бо мақсади дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани меҳмонон ва рӯзи таърихӣ кушодашавии гузаргоҳи сарҳадӣ барномаи рангини консертӣ намоиш дода шуд. дар барномаи консертӣ ҳунармандони тоҷикистон ва ӯзбекистон баромад намуда бо таронаҳои таҷассумкунандаи дӯстию рафоқат хотири иштирокчиёнро болида сохтанд. нуриддини қурбон, маъруфи абдулло, убайдуллои сайвалӣ барои барномаи ахбор.